در جلسه اول دادگاه قاضی از شریفه خواست که پارچه‌ای رو که دور مچ پاش بسته بود رو باز کنه. وقتی این کار رو کرد کرم بود که از زخم‌های ساق پاش بیرون میریخت. اون تازه یادش اومد که چند ماه قبل شوهر که چه عرض کنم شکنجهگرش با یک بیل که میخای برجسته‌ای داشته به پاش کوبیده و چون هوا گرم بوده و زخمش هم میخاریده اونم با دستای کثیفش زخماشو میخارونده که این کارش باعث شده سوراخ زخم بزرگتر و بزرگتر بشه و به این وضع در بیاد. اگه همسایه ها این جنایت رو لو نمیدادن شاید امروز کرم زخم‌ها شریفه رو هلاک کرده بودن و این جنایت که ماه‌ها در کنج خونه‌ای انجام می‌شد در خاموشی پایان می‌گرفت. سلام، به کانال دارک فارم خوش اومدید. شما بیننده و شنونده یک پرونده جنایی دیگه هستید. پرونده شریفه، دختری 14 ساله که به معنای کلمه عروسی بود که در حجله کشته شد. اون بعد از 9 ماه از دست شکنجه های شوهر و پدر شوهرش نجات پیدا کرد. اون در حال حاضر در مرکز بهزیستی سنندج به سر میبره. مأموران انتظامی بدن نیمه جان شریفه رو بعد از دریافت اطلاعات مردمی از منزل شوهرش نجات دادن. جایی که شریفه رو با لباس سفید بردن که با لباس سفیدم تحویل بدن. همسایه ها صدای زجه این دختر جوان رو شنیده بودن. همونها که 9 ماه قبل با هلهله و شادمانی کل کشیدن و شریفه رو تا خونه بخت بدرقه کردن. خونه بخت پسر بچه 16 ساله‌ای که حالا دیگه مرد خونه لقب گرفته بود. اما نه اطلاعات مردمی نه بازجویی‌های فنی نیروهای انتظامی باعث نشد که داماد جوان و پدرش اعتراف کنند که شریفه رو شکنجه دادن. تازه داماد حتی اجباری بودن ازدواج خودش و شریفه رو هم رد کرده و مدعی شده که اونها با علاقه و رضایت با هم دیگه ازدواج کردن. تازه دامادی که هنوز اجازه داشتن گواهینامه رانندگی نداره اما مسئولیت جان، مال و ناموس دختری 14 ساله رو پذیرفته. نکاح قبل از بلوغ ممنوعه اما هیچ کس نمیدونه که آیا تازه داماد 16 ساله به بلوغ عقلی و ذهنی هم رسیده یا نه. داستان تلخ شکنجه شدن شریفه رو از زبان خودش بشنویم. میخوام اول از مادرم که نصف بدبختیام زیر سر اون بود شروع کنم. اون همسر دوم پدرمه و قبلا یه بار دیگه هم ازدواج کرده. پدرم کارگری و شاگردی میکرد. 2 ماه میرفت و یه هفته برمیگشت. تو اون فاصله که بابام نبود ما ویلان و سیلان کوچه و بازار میشدیم و از همسایه ها سرزنش و طعنه میشنیدیم. مادرم از من متنفر بود و من رو فضول صدا میکرد. اون اجازه نداد که من رنگ مدرسه رو ببینم. میگفت قباحت داره دختر به مدرسه بره. برادرام هم تا دوم راهنمایی درس خوندن و ترک تحصیل کردن. شریفه در ادامه صحبتاش درباره ازدواجش میگه که مادرم وقتی یکی از مشتریای پدرم پاش به خونمون باز شد به واسطه آشنایی که با پدر بزرگم داشت زمینه ازدواج با پسر اونها رو فراهم کرد. من کارم گریه و شیون بود. میگفتم نمیخوام ازدواج کنم. پدر و مادرم اولش مردد شدن اما بعد از 2 روز موافقت کردن که برای مراسم عقد و عروسی اقدام کنن. با 300,000 تومان طلا و 4 میلیون مهریه و یک عروسی مفصل قرار و مدارا بسته شد. شب مراسم که روحانی مسجد رو برای خطبه عقد آورده بودن من بله رو نگفتم. وقتی از پدر و مادرم علتش رو پرسیدن مادرم جواب داد که از خجالت زدگی و بی تجربگیه که دهنم قفل شده چون تا حالا چنین مراسمی رو ندیدم. اون گفت که من خواستگار دیگه‌ای هم داشتم و چون موفق به ازدواج با اون نشدم حالا لج کردم ولی در کل راضیم. مادرم خودش بله رو به جای من به عاقد غالب کرد. چی دیگه مادره به عقد پسر در اومده. به گفته شریفه خونه همسر اون 2 قسمت مجزا داشت. قسمت کوچیک اون شامل 2 تا اتاق کوچیک بود که در گوشه حیاط قرار داشت
و متعلق به اون و شوهرش میشد. یه دستشویی هم گوشه دیگه حیاط بود و اون طرف هم پدر و مادر و 4 خواهر و 3 برادر دیگه داماد زندگی میکردن. شریفه میگه از روز 8م زندگی متوجه اعتیاد شوهرش و پدرش و حتی خواهر و مادرش شده. اونا کارشون خرید و فروش و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بود. من متوجه رفتار سرد و آزاردهنده شوهرم شدم که کوچکترین علاقه‌ای به من نشون نداد. همون 20 روز اول آنچنان انزجاری از اون پیدا کردم که سعی در پیدا کردن راهی برای خلاص شدن و برگشتن نزد پدرم داشتم. آینه و شمدونی رو که برام خریده بودن شکستم. روز بعد پیرن عروسیم رو پاره کردم. یه روز دیگه حلقم رو شکستم. بار اول و دوم شوهرم بازخواستم کرد که چرا اون کارا رو کردم و گفتم زندگی با تو رو نمیخوام. اونم در جوابم گفت که باید این حرفها رو به پدرش بگم. پدرش اومد و با روب و تهدید بازخواستم کرد که چه مرگم شده و منم گفتم که هیچ علاقه‌ای به زندگی با اونها ندارم. بعد از یه درگیری لفظی با آب دهن و فحش جواب پدر و پسرهای اون رو دادم. روز بعد اونا سراغ پدرم که تو شهر دیگه‌ای بود رفتند و با ماشین اون رو به خونشون آوردن و بعد از تدارکات سفره‌ای رنگین سعی کردند هر طور شده اون رو مدهوش کنند. اونا اول اینطور شروع کردن که دخترت معیوبه و ناسازگاری میکنه و تو باید خسارت بی‌آبرویی رو که بر سرمون آوردی جبران کنی و تنها راهش هم اینه که 2 قطعه زمینت رو که 10 میلیون تومان قیمت داره به اسم ما قباله کنی. اونا اون شب پدرم رو به روش‌های مختلف ترسوندن و آخر سر پدر شوهرم به پدرم القا کرد که اونها هیچ سود و منفعتی از این قضیه نمیبرن، چون شوهرم خاطرش رنجیده و وجدانش جریحه دار شده با امضای اون کاغذا کمی آرومتر میشه و این چنین از سر خطاهای من میگذره. پدرم که پیش برادرم رسیده بود قضیه رو براش گفته بود و به پیشنهاد برادرم روز بعد به روستامون برگشته بودند و 2 قطعه زمین رو با مدارک کاملش به همون قیمت 10 میلیون تومان به یکی از اهالی فروخته بودند و با پول اون در یکی از شهرهای نزدیک تهران خونه‌ای خریده بودند. از اون شب به بعد پدرم رو ندیدم. چند روز که گذشت پدر شوهرم و پسراش سر زمینای پدرم رفته بودند و با ادعای مالکیت صاحب جدید اون مواجه شده بودند. اونا ادعاشون رو به دادگاه کشوندند و بر مالکیت زمینا پافشاری کردند و تونستن در مرحله اول 2 ماه پدرم رو حبس کنند. در رسیدگی به پرونده پدرم مشخص شده بود که ادعای پدر شوهرم و پسراش ناقصه. متصدی پرونده گفته بود که شهادت من کفایت اثبات ادعای اونها رو میکنه، اما منم امتناع کردم و از همون جا بود که مشت و لگدها شروع شد. بعد از اون روز خواهر شوهر 20 سالم به سفارش پدرش در حالی که موهام رو میکشید من رو به دستشویی برد. اون لباسای کهنه‌ای تنم کرد و با کمک بقیه مچ دستام رو از پشت به زنجیر بست و زنجیر رو به میخی که به دیوار کوبیده شده بود محکم کرد و اولین شب از 9 ماه سلاخی من شروع شد. در طول اون 9 ماه من یا در تنها اتاق دستشویی که پرده نازکی حایل اون بود زنجیر بودم و یا در حلقه چاه خشک شده‌ای که در گوشه حیاط بود حبس می شدم. ولی بعدها که هوا گرمتر بود تو حیاط در حالی که قطعه چوبی رو با دستانم بغل می کردم و دستانم را در حالی که طناب پیچ بود و از پشت تا سر طنابش رو به دیوار میخ کرده بودن و زیر نور خورشید که تمام صورتم رو پوست کرده بود نگه می داشتن. من مجبور شدم که رضایت بدم که برای شهادت همراهیشون کنم، اما جوری زخمی و مصدوم شده بودم که یکی از چشمام خونریزی کرده بود و مچ دستم جای زنجیرای برجسته و خونی شده بود که هرچی دارو و پانسمانم کردن تا سر موعد احضاری دادگاه سر پا بشم، اما باز هم خوب نشدم و اونها مجبور شدن دختر بزرگشون رو که حامله هم بود ببرن. اما من میگفتم که اگر منو بکشن هم حاضر به همکاری با اونا نیستم و شکنجه ها بیشتر شد.
اونها نجاستشون رو روی من میریختند و هر شب کاسه ای آب داغ و یا سرد روی بدنم میریختند که نباید بخوابم و باید شبا بیدار بمونم. گرسنگی اون چنان امانم رو بریده بود که داد میزدم شهادت میدم و اونا که فکر میکردن به اصطلاح سر عقل اومدم پس مونده غذاشون رو اونم در حالی که پر از نمک میکردن برام میآوردن. همسایه ها به صدای فریادای من و این که فقط 20 روز تو اون خونه بودم مشکوک شده بودن. یکی از اونها از خواهر شوهران پرسیده بود که این صدای داد و بیداد کیه و اونا هم دختر سومشون رو مثال آورده بودن که چون خیلی اذیتشون میکنه بعضی وقتا ادبش میکنن. یه بارم مرد همسایه‌مون از پشت بوم خونه‌شون من رو دست و پا و بسته تو حیاط دیده بود و عکسم رو از همونجا برداشته بود و به پاسگاه برده بود. وقتی مامورا اومدن اونا منو تو چاه قایم کردن و یکی از برادر شوهرام کنارم نشست تا من جیغ و داد و تقلا نکنم. مامورا تو اون مدت 3 بار بازدید کردن اما نتونستن منو پیدا کنن. خلاصه اینکه 9 ماه به روش‌های مختلف مثل حیوان با من رفتار کردن تا اینکه یه روز دختر بزرگشون که به حالت قهر به خونشون برگشته بود وارد دستشویی شد و منو بیرون انداخت و من شروع به فریاد زدن و زجه و ناله کردم که از روی اتفاق یکی از پسرای همسایه که دوست شوهرم بود جلوی در با شوهرم ایستاده بود. ناخواسته صدای من رو شنید. همون شب دوست شوهرم که پدرش قبلا از من عکس گرفته بود پسرش رو سراغ شوهرم فرستاد تا فیلم عروسیمون رو از اون بگیره و اون مرد همسایه با بردن فیلم به همون پاسگاه و اصرار برای پیدا کردن من و شناسایی چهرم از روی نوار و عدم مطابقت اون با چهره دخترشون که قبلا بارها به عنوان عروس خانواده در مراجع معرفی شده بود تدارک بازرسی مجدد رو می‌دید. صبح همون روزی که مامورا اومدن فقط دخترشون خونه بود که با اومدن ماشینای بازرسی دخترها دست پاچه شدن و هنگامی که مامورا سعی در بردن من داشتن اونا 4 نفری من رو دوره کردن و میگفتن که باید پدرشون اجازه بده تا من رو خارج کنن. میگفتن حداقل بذارید لباسش رو عوض کنیم که بوی خون و کثافت‌ها اذیتتون نکنه، ولی مامورا اجازه ندادن. منم ابتدا وقتی صدای مامورا رو شنیدم از ترس بیهوش شدم چون که فکر میکردم مطابق تهدید همیشگی شوهرم که میگفت به زور قانون من رو برای ادای شهادت میبره اونا اومدن که من رو برای شهادت دادن ببرن. در پاسگاه شوهر و پدر شوهرم رو دیدم که دستاشون به هم زنجیر شده بود. در جلسه اول دادگاه قاضی از من خواست که پارچه‌ای رو که به پام بسته بودم باز کنم. وقتی این کار رو کردم کرم‌ها از زخم‌های ساق پام بیرون ریختن. تازه یادم اومد که ماه‌ها قبل شوهرم با یک بیل که میخای برجسته‌ای داشت به پام کوبید و چون هوا گرم بود و من خارش گرفته بودم میخاروندم و سوراخ زخم بزرگتر و بزرگتر شد و به خاطر اون دستای کثیفم به اون وضع در اومد. پزشکی قانونی 19 مورد جراحت و شکستگی بینی و گوش و دست و سایر اعضا رو تشخیص داد و من به بهزیستی منتقل شدم. پدر شوهرم با قید وثیقه آزاد شده. شوهرم تمام تقصیرها رو گردن گرفته. پدرم هم خبردار شده و من از ترس اینکه مبادا اون رو بازخواست کنن که چرا در اون مدت جویای حال و وضعیت من نشده در بازجویی ها گفتم که اون عمومه. اما با مرور وضعیت آرومتر و همه چیز روشن‌تر شد. شریفه در بیمارستان بستریه. میگن حال اونیش بهتره. میگن تحت روان درمانی قرار داره. شاید شریفه حالش خوب بشه. شاید شریفه از بیمارستان مرخص بشه. اما آیا در روستای کوچک دهگلان سنندج بار دیگه شریفه رو به خونه بختش میفرستند؟ شریفه آخرین قربانی خونه بخت نیست. همانطور که اولین قربانی نبوده. وضعیت روحی و روانی شریفه بهتر شده. اون افسردگی نداره. اما به دلیل تحمل شکنجه ها پرخاشگر شده. در حال حاضر در حمایت بهزیستی کردستانه. خانواده همسر شریفه در آزار و اذیت همکاری داشتند و سلامت روانی این خانواده که کار قاچاق و خلافای اخلاقی داشتن باید بررسی بشه. به گفته مددکار شریفه مدت درمان اون رو پزشک قانونی تشخیص میده اما آسیب‌هایی که شریفه طی این مدت دیده مادام العمره و هیچ وقت فراموش نمی‌کنه.
این مددکار زنده موندن و بهبود نسبی روحی و جسمی شریفه رو معجزه دونسته و گفته که شریفه پدرش رو دوست داشته و به خاطر پدرش مقاومت کرده. منتظر نظراتتون در ارتباط با این پرونده هستم. اگر به این سبک موضوعات علاقه‌مندین حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو دنبال کنید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که حقیقت همیشه خود را نشان خواهد داد.